در دایره سفر کاری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به ناحیه درواز در دهه صغیردشت دهات صغیردشت بینای مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 2 مورد استفاده قرار داده شد. انشاءات نوی تعلیمی را نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان، مسئولان ولایت بدخشان و رهبریت ناحیه درواز افتتاح کرده ضمن سخنرانی از تطبیق هدفها در سمت فراهمسازی شرایط معاصر تعلیم و تربیت برای نسل نورس در زمان صاحب استقلالی کشور یادآور شدند. بینای مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 2 دهه صغیردشت از 2 آشیانه عبارت بوده از روی لایحه معاصر بنیاد شده است و برای 640 نفر خواننده در 2 بست پیش بینی گردیده است. درگاه نوی معرفت دارای 12 صنفخانه از جمله 4 کابینت فنی، آشخانه و دیگر حجره‌های یاری رسان می باشد. بینای مکتب در دایره تطبیق هدفهای سازنده به استقبال جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان ساخته شده، تحفه ارزشمند حکومت مملکت برای خوانندگان و آموزگاران این دهات دوردست کشور در سال نو خوانش محسوب می‌یابد. ما خوانندگان میناداری خود را به اساسگزاری صلح و وحدت ملی میرسانیم که به ما چنین مؤسسه زیبا و زمانوی با تمام تجهیزات معاصر تحفه گردید. جواباً به این غمخوری‌های پیشوای معظم ملت وعده می‌دهیم با بهای اعلی تحصیل نموده سهم خود را در پیشبرد جامعه و وطن عزیزمان تاجیکستان گذاریم. کارهای ساختمانی در مؤسسه تعلیمی را متخصصان وطنی با سطح و صفت بلند به انجام رساندند. با مقصد ترغیب طرز حیات سالم در نزد بینای تعلیمی، تالار ورزشی با مبلغ گذاری دیرکسیون ساختمان انشاءات‌های حکومتی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بنیاد گردیده برای جلب جوانان و نورسان به نمودهای گوناگون ورزش مساعدت می‌کند. با ساخته به استفاده دادن بینای نوی مؤسسه تعلیمی در دهات دوردست ناحیه درواز مشکلات نارسایی جای نشست خوانندگان حل گردیده، این تدبیر در سمت بلند برداشتن سطح و صفت تعلیم و تربیت نسل نورس مساعدت زیاد خواهد کرد. در جماعت دهات صغیردشت با دستگیری‌های پیوسته اساسگزار صلح و وحدت ملی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان 8 مؤسسه از نو ساخته شد و 4 مؤسسه دیگر تعمیر کپیتالی کرده شد که به شرایط امروزه جوابگو می باشند. من امروز شما شاهدی یک دستاورد بزرگ در جماعت دهات صغیردشت گردیدید که مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 2 امروز مورد استفاده قرار داده شد. مؤسسه با تمام تجهیزات‌های حاضر زمان با کابینت‌های فنی مجهز می باشد. یادآور می‌شویم که در دهات صغیردشت ناحیه درواز امروزها 14 مؤسسه تعلیمی از جمله 9 مؤسسه تحصیلات عمومی، 2 مؤسسه تحصیلات اساسی و 3 مؤسسه تحصیلات ابتدایی فعالیت دارد. ساحه معارف در سالهای استقلالیت دولتی با توجه خاص سرور دولت محترم امامعلی رحمان در زمینه تطبیق برنامه‌های گوناگون دولتی و سرمایه‌گذاری رشد نموده، امروز نسل نورس در بهترین شرایط به تربیت همه‌جانبه فرا گرفته شدند.